أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. در آیات گذشته بحث تحریمات غیر الله بود، اونی که به خاطر خوشنودی و رضایت غیر خدا حرام قرار میدادن، اون حرام نیست، اون باید خورد. بحیره هست، صائبه هست، اون حلال است. هر که گفته اون حرام است اشتباه. لذا خدای تعالی دستور میده که بخورید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اولا دستور به مطلق انسان ها بود، اینجا دستور به مؤمنین هست، به گروه خاص هست. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای مؤمنان بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم. مالهای پاکیزه منظور اینه که رزقی که خدای عزوجل به ما عنایت فرموده پاکیزه هست، پاک هست، اینو بخوریم. به خاطر این و اون حرام نکنیم بر خود. واشکروا لله. این مال هم خوردن داره هم شکر داره. تحریم ناشاکری هست، ناسپاسی هست. خدای تعالی به رزق داده حلال طیب، تو بر خود حرام میکنی، این نوع ناشاکری هست. به جای شکرگزاری، به جای تشکر از الله عزوجل، چرا کفران نعمت میکنی؟ واشکروا لله. واشکروا لله علی ما رزقکم من الطیبات معنیش است. ان کنتم ایاه تعبدون. این مقتضی هست. اگر فقط او را عبادت میکنی، یعنی عبادت او توحید فی العبادت. ان کنتم ایاه تعبدون. اگر موحدی توحید فی العبادت میطلبد که چیکار بکن؟ هرچی که او گفته بخور، هرچی که او حلال قرار داده حلال بدان و سپس شاکر او باش، قدردان این نعمتها باش که این نعمتهای حلال و طیب را برای تو حلال قرار داده. انما حرم علیکم المیته. خب بعد از این نوبت میرسد این تحریمات غیر الله بود. اونی که به خاطر غیر خدا حرام قرار دادی حرام نیست، حلاله. الان میرسیم به تحریمات الله، اونی که خدا حرام قرار داده. خود خداوند اونها را حرام گفته، اونها را باید حرام دانست، اونها را باید حرام معتقد بود و اونها را نباید خورد. ولی بعضی از شما برعکس اینها را میخورید، در حالی که خوردن اینها چیه؟ حرام است. الله می فرماید انما حرم علیکم المیته. جز این نیست که حرام است بر شما المیته. میته حیوان خودمرده. هی التي ماتت بغیر زکات. حیوانی که بغیر از ذبح، بغیر از کشتن بمیرد. و الدم و لحم الخنزیر. مراد از دم دم مسفوح است. دم مسفوح نجسه، خوردنش حرامه. و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر.
گوشت خنزیر گرچه خنزیر با تمام اجزایش حرام است، گوشت و غیر گوشت، ولی معمولا مقصود از کشتن گوشت میشه. و انما خص اللحم لانه المقصود. معمولا که میکشند گوشت را هدف قرار میدهند، بس گوشت را نام برد، و الا گوشت و غیر گوشتش حرام است. و ما اهل به لغیر الله، این هم از محرماته، هم از محرمات، هم از نیازات غیر الله یا منظورات لغیر الله، این هم حرامه. ببین در ردیف چی قرار گرفته؟ لحم الخنزیر قرار گرفته. معلوم میشه که الله عزوجل خیلی تنفر دارد از اون مالی، از اون حیوانی که اون مال، اون حیوان، اون غذا، اون شربت نامزد بشه، مسما بشه، نامگذاری بشه برای غیر الله. درباره و ما اهل به لغیر الله در مقدمه توضیح دادیم. خلاصه اش را تکرار میکنم که ما عام هست، ما هر آنچه که، پس تنها شامل حیوان نمیشه، تنها به گوسفند گفته نمیشه، ما شامل حیوان هم هست، شتر، گاو، گوسفند. شامل غیر حیوان هم هست، نان روغنی، نخود و کشمش، برنج و خورش، آش و حلوا، هر چی که باشد، ما هر آنچه که شما اون را چیکار میکنید؟ نامگذاری میکنید برای خوشنودی غیر خدا. و ما اهل، احلال به معنی نامگذاری. ببینید احلال به معنی ذبح نیست. بعضی اگر از اهل تفسیر گفتن آن حیوانی که ذبح بشه، چون معمولا حیوان را برای غیر خدا مسما میکردند، اما غیر حیوان را هم میکنند. کسی نمیتونه حیوانی بکنه 2 تا نان میگیره، 2 تا نان روغنی درست میکنه. پس هر آنچه که اهل به، آن نامزد بشه، نام گرفته بشه بر آن نام غیر خدا، بگه که این خیرات فلانی هست، این قربانی فلانی هست. ببین 2 چیز است، باز اینها را خلط نکنید. گاهی برای خوشنودی خدا میدی، حیوانی میکشی برای رضای خدا میکشی، غذای تقسیم میکنی برای رضای خدا تقسیم میکنی، اما اجرش را، ثوابش را میبخشی به مردهت. خب وقتی برای خدا باشد قطعا برای ثواب داره، ثوابش را میبخشی برای یکی از مردگان ایصال ثواب میکنی، این فرق میکنه. گرچه این هم اونطوری که رسم مردم هست، روز سوم، روز هفتم، روز 40 سال، یا شبهای جمعه، یا شب برات، نیمه شعبان، فلان تاریخ رجب، تاریخ تعیین کردن در اسلام ثبوتی ندارد، بدعت است. بدون تاریخ باشه، الان امروز خدا پولی داد، این پولت میدی به کسی برای رضای خدا، ثوابش را به مرحوم پدر میبخشی، به برادر میبخشی، به استاد میبخشی، به نمیدونم جد میبخشی، به مادر میبخشی، خب اشکالی نداره. یا همین پول را مرغی میگیری، 2 تا نان میگیری میدی به فقیر، ثوابش را میبخشی، اشکالی نداره. اما اونی که اشکال داره ما اهل به لغیر الله، اینه که به نام غیر خدا، به نام ملک سیاکو چیکار میکنی؟ میگیری اونا و میدهی به کسی، هر چی باشد. این پس مسما شد و نامگذاری شد برای غیر خدا، پس این شد عبادت غیر خدا. علاوه از این که شرک شد، این حیوان، این عرض کنم که غذا، این خوراکی، اینم حرام شد. الله می فرماید
ببین در لحم خنزیر، در ردیف لحم خنزیر جای تعمق دارد. و ما اهل به لغیر الله، هر آنچه که نامگذاری و مسما شود آن برای غیر خدا، پس اینها را شما حرام قرار بدید. الله حرام قرار داده. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. الله می فرماید هر کسی که مجبور بشه غیر باغ، بدون اینکه در خوردن زیاده روی بکنه، ولا عاد از حد بگذرد. گاهی انسان مضطر میشه، مجبور میشه، چیزی دیگه برای خوردن نیست، همین خوراکی حرام است، حیوان میته هست مثلا، خب مجبور میشه انسان بخوره. گاهی الله پناه بده گرسنگی و جوع و قحط و یا شرایط جنگی، شرایط های سختی برای انسان پیش میاد، انسان مجبور میشه که حرام بخورد، حیواناتی که خود مرده هستن بخورد یا حرام گوشتی را بخورد. الله اجازه داده برای مضطر، برای مجبور. مضطر اونه که اگر نخوره از بین میره. خب اما شرطی هست، غیر باغ، یعنی از حد نگذرد. از حد نگذرد یعنی چه؟ یعنی غیر آکل بلا حاجه، بدون نیاز شدید نخورد. ولا عاد، عاد تعدی نکند، تجاوز نکند، یعنی از مقدار حاجت نگذرد، به اندازه بخورد که زنده بماند. به اصطلاح ما بخور و نمیر، به اندازه‌ای که حیات بماند، از اون حیاتش بیشتر که یه حالت تلذذ پیدا میشه، لذت حاصل میشه، به اون طرف نرود. خب کسی این دو شرط را رعایت کند فلا اثم علیه، ای فی الاکل، در خوردن برای او گناهی نیست. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. این انسان مجبور شده، نسبت به این انسان الله می بخشد و مهربان است. خب ما داریم و داشتیم تحریمات را میخوان، محرمات الهی و محرمات لغیر الله، که محرمات لغیر الله حلالند و محرمات الهی حرامند. حال زجری هست بر علماء دین فروشی که کتمان میکنند، حقائق را میدونند ولی به مردم نمیگویند، مثل علماء یهود نه تنها حقائق رسول الله را میدونند که پیامبر خداست بر حقه، بلکه درباره محرمات، درباره شرک، انواع شرک هم همه چیز را میدانند. الله می فرماید ان الذين يكتمون ما انزل الله، بدون شک کسانی که کتمان میکنند، مخفی میکنند آن چیزی را که الله نازل فرموده، من الکتاب، از کتاب، و یشترون به ثمنا قلیلا، و در مقابل اون کتمان پول اندک دریافت میکنند. پس عنایت داشته باشید، این تنها علماء یهود را شامل نیست، علماء اسلام هم اگر حقائق را بدانند و به مردم نگویند، به خاطر هر مصلحتی مشمول آیه هستند. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. پس انگیزه چی شد؟ یشترون به ثمنا قلیلا، میگیرن در عوض این کتمان پول اندک. الله می فرماید این گروه ما یأکلون فی بطونهم الا النار، در شکمشون نمیخورند بجز آتش. این پول نیست، این مال نیست، اینا میخورن، این آتشه، آتش جهنم هست. و الله عز وجل این در دنیاست. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار نیست نتیجه دنیوی. ولا یکلمهم الله، نتیجه دوم اخروی.
خداوند با اینها کلام نمی فرماید روز قیامت. ببینید کلام لطف و تکریم، کلام با خشونت میشه، برخورد با اینها میشه، سرزنش میشوند، اما کلام لطف و تکریم نخواهد شد. ولا یزکیهم، و آنها را پاک نمیگرداند، من الذنوب، از گناه اینا پاک هم نمیشن. ولهم عذاب علیم، این نتیجه چهارم. نتیجه دوم لا یکلمهم الله، سوم لا یزکیهم، چهارم ولهم عذاب علیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة، این پنجم هست. الله می فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، این افراد، این انسان ها کسانی هستند که خریداری کردن گمراهی را در مقابل هدایت. این قبلا خدمت شما عرض کردم، هدایت منظور هدایت فطری هست، یا هدایت همین شناختی که اینها قبلا داشتن نسبت به حقیقت، نسبت به ایمان، نسبت به پیغمبر، نسبت به قرآن، این فروختند، گمراهی را خریدن. والعذاب بالمغفره، نتیجه ششم، اینها کسانی هستند که عذاب را خریداری کردند در مقابل مغفرت. اینها باید مغفرت می شدند، باید راهی را انتخاب می کردند که مغفرت می شدند، اما عذاب خریداری کردند. فما اصبرهم علی النار، این صیغه تعجب است. چقدر اینها صبورن بر آتش، چه تحملی دارند، چه صبری دارند، پروا ندارند، آماده آتشند. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، این علت تمام نتایج و ثمرات گذشته. چرا اینها این همه بدبختی؟ والعذاب بالمغفره، اشتروا الضلالة بالهدى، لا يكلمهم الله، لا يزكيهم. چرا؟ الله می فرماید این به این دلیل است که ان الله نزل الكتاب بالحق، خداوند عزوجل کتاب را، قرآن را به حق نازل کرده. بالحق یعنی بالصدق، و قیل بالحجه، قرآن را همراه با حجت و دلیل، یا اینکه لاظهار الحق. الله این کتاب را نازل کرده، اما آنها در اختلاف، در نزاع، در برخورد با کتاب. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید، همانا کسانی که اختلاف دارند در کتاب، لفی شقاق بعید، در شقاق بعیدی هستند، در اختلافی هستند با اهل حق که بعیدن الحق هستند، فاصله دارند از حق. اینها خودشون را به حق نزدیک کنند. لیس البر ان تولوا وجوهکم، این جواب اشکالات گذشته شون هست. ببینید اونها اعتراض داشتند که چرا شما به طرف بیت الله نماز میخوانید، چرا به طرف بیت المقدس نماز نمیخوانید، در حالی که حقایق را میدانستند، واقعیت ها را میدانستند. الله تعالی میفرماید که اینکه مشرق نماز بخوانی یا مغرب بخوانی، این سمت بخوانی یا اون سمت بخوانی، هر جا الله هست، الله نماز را قبول میکند. شما چرا روی این بحث میکنی؟ شما بیا اشکالات خودت را نگاه کن، خودت داری چی کار میکنی؟ خودت داری که شرک میکنی، کفر میکنی، ایمانت مشکل داره، عملت مشکل داره، اخلاقت مشکل داره. اون مسائلی که باید به اونها رسیدگی بکنی، باید اصلاحشون بکنی، اونها را توجه نداری، آمدی مسائل جزئی را، مسائل پیش پا افتاده را، مسائلی که از نظر خودت همین مسائل حله، مسائلی که از نظر خودت همین مسائل حقه، به اینها متوسل میشی. لذا چرا به عمده مسائل متوسل نمیشی؟ اونجا نمیایی خودت را اصلاح بکنی.
الان خیلی از افراد هستند خودشون در بسیاری از مسائل مشکل دارند، در اصول مشکل دارند، در رؤوس مشکل دارند، اما گیر میدن به چیزهای جزئی. خب اینها هم میتوانند که گرچه مصداق این آیه نه، ولی به نوعی اینها هم روششون، کارشون درست نیست. کسی که ایمان خودش درست نیست، عقیدهش درست نیست، اخلاقش درست نیست، اعمالش درست نیست، آمده روی این سری مسائل جزئی، مستحبات، سنن، اختلافات پیش پا افتاده، هی وقت اینجا صرف میکنه، وقت را اینجا میگذرونه. شما برید به مهمات بپردازید، به اصول بپردازید، اونجا را اصلاح بکنید. یا خیلی مردم هستند که در جامعه الان مشکل زیاده، در میان جوانان، در میان بازار، در میان اقشار مشکل خیلی زیاده. باید ما از ایمانشون شروع بکنیم، اول ایمان و عقاید مردم را درست کنیم، بعد از اون اعمال و عبادات را اصلاح بکنیم، بعد از اون بیایم به اخلاقشون، به آدابشون. ولی مردم بقیه مسائل را نادیده میگیرند. یه مسئله خیلی جزئی، مثلا لباس را گرفته، مد را گرفته، موی را، نوع موی را گرفته، فعلا وقتی مسائل نیست فوراً برو روی ایمانش کار بکن. مشکل از جای دیگه هست. لذا اینها در واقع برای من نمونه هستند، الگو هستند که ما هم همیشه به رؤوس، به اصول، به مهمات بپردازیم، نه به جزئیات و فرعیات. بعد از اون که مهمات حل شد، جزئیات هم باید حل بشه. لذا الله می فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی این نیست که شما برگردانید چهره هایتان را به طرف مشرق و مغرب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. اما بر این است، یا صاحب بر، بعضی گفتن صاحب البر، بعضی گفتن ذل بر. انسان نیک اون انسانی هست که من آمن بالله، ایمانش درست باشد، بخش اعتقادات. من آمن بالله والیوم الاخر. انسان نیک، انسان ذل بر، اون انسانی هست که ایمان داشته باشد به خدا و روز آخرت، والملائکه، و ایمان به ملائکه داشته باشد، والکتاب، ایمان به کتاب یا کتابهای آسمانی، والنبیین، و ایمان به انبیاء داشته باشد. اول ایمانیات، اول عقاید، اصول، و بعد از اون و آت المال علی حبه ذوی القربا. بعد از ایمان نوبت اعمال هست. اعمال، این صله رحم، این که همکاری و همدردی کردن، اینا همه جزء اعمال هستن، ولی با توجه به اهمیت اعمال مالی، عبادات مالی مقدمشون کرد. و آت المال علی حبه. و نیکی اصلی این هست که انسان مال را بده علی حبه، بر حب او. علی حبه ما قبلا در سوره انسان خواندیم، دو تفسیر داره. علی حبه، علی حب المال، با وجودی که مال را دوست داشته باشد و بده، نه که مال بنجل بی ارزش. یا اینکه علی حبه، علی حب الله، یعنی با اخلاص الله را دوست داره، به این خاطر مال را میده در راهش. و آت المال علی حبه، مال را بده بر محبت الله. به کی بده؟ ذوی القربا، به خویشاوندان بده، والیتاما، به یتیم ها بده، والمساکین، به مسکین ها بده، و ابن السبیل، به مسافران بده، والسائلین، و کسانی که سؤال میکنن، میخواهند، گدایی میکنند، و فی الرقاب، و همچنین مال را بده در آزاد کردن گردنها، و اقام الصلاة و آت الزکاة، و نماز را برپا بدارد و زکات انجام بده.
ببین و آت الزکات آمد، معلوم میشه که اون مال چی هست؟ مال نفلی هست، مالی هست که در مهمات و مشکلات انسان بده. البته اون هم گاهی نفلی نمیشه، گاهی بر شما زکات لازم نیست، شاید شما به حد نصاب داشته نباشید، ولی صله رحمی واجبه. خویشاوندت مریضه، نیاز به غذا داره، لازمه. اینجا دیگه نگاه نمی کنیم که زکات میده یا نمیده. والموفون بعهدهم، این بحث اخلاقه، بعد از اعمال اخلاق. و همچنین کسانی هستند که وفا میکنن به عهدشان، اذا عاهدوا، وقتی که عهد میکنن با الله، با مردم، با هر کس که پیمان میبندند، به عهد و پیمانشون پایبند هستند. خیلی اهمیت دارد پیمان، عهد، وفا به عهد. الله عزوجل در این ردیف اینها را ذکر کرده، جز بر، جز نیکی ها. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. الله میفرماید دیگه از جمله نیکی ها اینه که انسان صبر کنه در بأسا، در فقر، و الضراء، در مرض، مریضی ها. یکی دیگر از مهمات صبر و شکیبایی هست. برای انسان در دنیا دو نوع مصیبت میاد، یا مصیبت مالی میاد یا مصیبت جانی میاد. فی البأسا مصیبت مالی یعنی فقر، و الضراء مصیبت جانی یعنی مریضی ها، مشکلات، مصائب. صبر کنه انسان. و حین البأس، و به وقت جنگ با دشمن. اشاره به چی هست؟ این مقدمه ای هست برای جهاد، چون که تا اینجا بحث ایمان و رسالت بود، توحید و رسالت بود، از این به بعد موضوع جهاد شروع میشه. و حین البأس، و صبر کند در وقت جنگ یا شهید بشه یا غازی و پیروز بشه، بزدل نباشه، جلوی دشمن کم بیاره، بترسه. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این نتیجه هست، نتیجه این صفات. این انسان ها کسانی هستند که صدقوا، صادقند، بنسبت فی العقائد والاعمال والاخلاق. اینها در عقاید و اعمال و اخلاق چیند؟ صادقینند. و اولئک هم المتقون، اینها اهل تقوان، اینها هستند که از خدا میترسند، اعمال خودشون را درست انجام میدند. خب، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. تا اینجا بخش اول سوره مبارکه بقره بود. موضوع توحید و رسالت بود بیشتر، و جواب شبهات یهودی ها هم بر رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم که از و ان کنتم فی ریب مما نزلنا، از اونجا شروع می شد. اشکالاتی در رابطه با قرآن مجید، بعدا اشکالات متعدد یهود پاسخ داده شد. پس بحث عمده توحید و رسالت تا اینجا بود. از اینجا به بعد دو موضوع مهم، جهاد و انفاق شروع میشه. جهاد و انفاق هم مثل توحید و رسالت لازم و ملزومن. هر سوره‌ای که بحث جهاد است اونجا تشویق و ترغیب به سوی انفاق است، چون که جهاد بدون مادیت، بدون اقتصاد خوب ممکن نیست. پس از اینجا به بعد جهاد و انفاق شروع میشه. اما قبل از آغاز اصل مسئله ما میرسیم، بعضی از امور انتظامی بیان. ببینید، امور انتظامی جامعه را نظم میدهند، قوانین و ضوابط جامعه را منظم میکند، قانونمند میکند. یکی از شرایطی که در جهاد بسیار لازم هست
اینه که انسان باید تمرین بکند برای قانونمند شدن. جهاد این نیست که انسان تفنگ برداره هر چی دلش خواست، نه، یک قانون، یک نظمی دارد، چنان احتیاط میخواهد که در هیچ کاری اونقدر احتیاط لازم نیست. پس به خاطر اینکه ما قانونمند بشیم، ما منظم بشیم، منضبط بشیم، قبل از موضوع جهاد بعضی از امور انتظامیه برای ما در این آیات بیان میشه. این امور انتظامی عرض کردم چند فایده داره. امور انتظامی مربوط به خانه، مربوط به خانواده، مربوط به تدبیر المنزل، مربوط به السیاست المدنیه، شهر، شهروندی. مثلا در خانه بر همدیگه چه حقوقی دارند، زن، شوهر، بچه، بابا. در شهر انسانها با همدیگه چه قواعدی، چه اصولی، چه ضوابطی را رعایت بکنند. اینها هم نظم و ضبط ایجاد میکنند، هم محبت و الفت ایجاد میکنند. در جهاد این دو چیز لازمه. باید بین مجاهدین هم نظم و ضبط باشه، هم محبت و الفت باشه، و همچنین باید خوف خدا و تقوا در دل باشه. خوف خدا و تقوا از کجا ایجاد میشه؟ در لابلای این امور انتظامیه شما میبینید امور مصلحه بیان میشه. امور مصلحه کدوم امور را میگویند؟ در مقدمه خدمت شما عرض کردم. امور مصلحه اموری را میگویند که موجب تقویت روح انسان، روان انسان، تقوا و خدا ترسی میشه. مثل موضوع نماز، مثل روزه، مثل حج. اینها چی؟ اینها انسان را تقویت میکنه از نظر روحی روانی. اینها انسان را، تقوا انسان را بالا میبرد، خدا ترسی را بالا میبرد. خب اینها لازمه برای انتظامیه، امور انتظامیه هم لازمه، برای امور جهاد هم لازمه. پس این آیات بی ربط نیستند. شما اعتراض نکنید چرا موضوع قصاص است یهو موضوع روزه میاد، بعد از اون موضوع دعا میاد. نه، اینا خیلی با هم دیگه مرتبط هستند. من وقتی که در وجودم تقوا باشد، خدا ترسی باشد، اون وقت من قوانین خدا را خوب اجرا میکنم، رعایت میکنم در مورد قصاص، در مورد طلاق، در مورد عده، در مورد نفقه، در مورد تمام مسائل. خب پس خدا ترسی و تقوا را از کجا میارم؟ از طریق عبادتهای مستقیم بلا واسطه، که انسان با رب خودش مستقیم رابطه میگیرد، سجده میکند، روزه میگیرد، حج میکند. از این طریق تقوا چی میشه؟ ایجاد میشه. پس اینها مقدمه هستن برای جهاد. در این امور که ما اصلاح شدیم، بعداً خدای عزوجل دستور جهاد میده. خب اولین امر از امور انتظامی در مورد قصاص است. در مورد قصاص مختصر عرض کنم که در دین یهود هیچ جزایی برای قتل بغیر از قصاص نبود. اگر کسی را میکشت حتما باید قصاص میشد. در دین مسیحیان و نصارا موضوع به نام قصاص وجود نداشت. اگر کسی را میکشت قصاصش نمیکردن، فقط دیه، بغیر از دیه دیگر راهی نبود. مشرکین که خودشون را ابراهیمی میگفتند هم قصاص داشتند هم دیه، اما افراط میکردند. به این صورت افراط میکردند که اگر کسی که کشته میشد از اشراف بود، از بزرگان بود، خب در عوض اون خیلی ها را میکشتند. افراط در قتل، افراط در قصاص. اگر کسی کشته میشد که از طبقه پایین بود، پارتی آنچنانی نداشت، بعد در عوضش یا دیهی میگرفتن یا نمیگرفتن. دین مبین اسلام آمد در میان همه این افراط ها و تفریط ها چیکار کرد؟ هم قصاص را لازم کرد و هم دیه را.
اون بستگی به ولی دم داره، به ولی مقتول داره که قصاص میکند و یا دیه. و باز در قصاص فرمود که مساوات، برابری، حتی که حری هست در مقابل حر کشته بشه، غلام در مقابل غلام کشته بشه، زن در مقابل زن، مرد در مقابل مرد. معنیش چیه؟ ببینید از این آیه که ما میخوانیم امام شافعی رحمه الله از مفهوم مخالفش استنباط میکند، البته در یک جا که گفته الحر بالحر، گفته دیگه در مقابل غلامی حر را نکشند. مثلا یک انسان آزاده گرفت غلامی را کشت، مفهوم آیه اینه که برعکس نکنید، یعنی بعدا این آزاده را قصاص نکنید، برای این غلام دیش را ازش بگیرن. ما میگیم پس آیا این مفهوم مخالف در جاهای دیگه هم هست؟ الذکر بالذکر والانثى بالانثى. آیا اگر زنی آمد مردی را کش دیگه زن را نکشیم؟ یا مردی زنی را کش دیگه مرد را نکشیم چون با هم برابر نیستن؟ اونجا امام شافعی میگه نه، اونجا استثناء است به وسیله حدیث. اما ما معتقدیم مفهوم مخالف، شما در اصول خواندید، مفهوم مخالف از نظر شرعی دلیل شرعی نیست. یعنی وقتی که اینجا خدا گفت الحر بالحر، معنیش این نیست که مخالفش غیر حر را در مقابل حر بکشید یا نکشید، نه خیر، اون اصلا بحث نیست. این که الحر بالحر والعبد بالعبد الله تعالی گفته، این کنایه از مساوات است، مطلقاً مساوات بشه. نگاه نکنید برده هست آزاد است، از اشراف است از طبقه پایین هاست، بلکه کاملا مساوات، برابری، دیگه جانب منفی، جانب مخالفش را در نظر نگیر. لذا این بخش دوم سوره هست، آغاز میشه با امور انتظامیه. از میان امور انتظامیه اولین امر قصاص است. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. ای مؤمنان فرض شده، کتب فرضا، فرض شده، لازم شده بر شما قصاص در مقتولین. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد در مقابل آزاد، غلام در مقابل غلام، والانثى بالانثى، زن در مقابل زن. معنیش اینه که همه مساوات در میان همه مساوات باشد. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. فمن عفی له، هر کسی که برایش عفو شد، برایش بخشیده شد، من اخیه شیء، از طرف برادر چیزی. یعنی چی؟ یعنی قاتلی کسی را کشته، الان این قاتل را باید بکشند، اما ولی دم برادرش هست دیگه، برادر دینیه، برادر دینی این قاتل است، این برادر خودش را میبخشد، یعنی قصاصش نمی کند. پس بر قاتل چی هست؟ فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. اتباع، پیروی شریعت، بالمعروف یعنی موافق شرع و دستور خدا، و اداء الیه باحسان. و اداء چی؟ دیه به سوی وارث با احسان، با نیکی، با خوبی. ببینید اینجا به قاتل که برادر انسان را کشته به اون میگه من اخیه، برادر. چرا؟ مفسرین گفتن قرآن که گفته اخیه داره در وارث مقتول استعطاف ایجاد میکنه. استعطاف یعنی عطوفتش را تحریک میکنه، مهربانیش را چی میکند؟ که الان که برادرت را کشته، خب اینم برادرت است، این قاتل. سماه اخا استعطافا،
تسهیل علی القاتل، خاطر اینکه بر قاتل آسانی بشه و این مقتول وارثش به تذکیر الاخوة البشریه و الدین، سماه اخا استعطافا به تذکیر اخوة البشریه و الدین. و عبارت اشتباه بود، یادآوری میکنه که شما هم از نظر بشریت و هم از نظر دین برادرید، بس تحریک بشه عطوفتت، رحمت. ذلك تخفیف من ربکم و رحمه. ببینید این یک تخفیف بود، تنها قصاص نیست، بغیر از قصاص دیه هم هست، عفو هم هست. بس ذلك تخفیف من ربکم و رحمه، این تخفیفی از جانب رب و رحمتی هست، ترحم شاهانه هست. خب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. قرآن بسیار جنبه اعتدال را رعایت میکند. شما در احکام قرآن یک جنبه را نگاه نکنید، همه جوانب را نگاه بکنید، اعتدال و میانه روی به دستتون میاد. ببین اینجا خدا میگه هر کسی تعدی بکند، هر کسی تجاوز بکند، بعد از این برایش عذاب دردناک است. تعدی چیه؟ ای قتل بعد العفو و اخذ الدیه، بعد از این که بکشد یا بعد از این که دیه را دریافت کند. خیلی از افراد هستند میروند دادگاه رضایت میدهند، قاتل آزاد میشه، میاد بیرون میکشنش. این خیلی بده. اگر نیتت قصاص پس آزادش نکن، رضایت نده، میگه دیدم نتونستم خودم کنترل کنم. لذا فمن اعتدى، هر کسی تعدی کند، بعد ذالک، بعد از این یعنی بعد از عفو، بعد از دریافت دیه، فله عذاب علیم. الله میفرماید برای اون انسان عذاب دردناک است، خدا سخت میگیرد او را. خب بنده عرض کردم همه جوانب را نگاه کنید. این بخش را اگر از آیه نگاه کنید شما فکر میکنید خدای عزوجل تشویق کرده به ترحم و به اخوت و به عفو و به گذشت، و پس خیلی قاتل ها جری می شوند، هرچی دلشون بخوان میکنند. خدا گفته همه ما را توصیه کرده که شما گذشت کنید. اما ادامه را ببین، ولکم فی القصاص حیات، رد تفریط در عفو است. یعنی نه افراط بلکه در عفو. این نیست که خدا میگه فقط ببخشید، نه، بسیاری جا از بخشیدن بهتره، بسیاری جا قصاص بهتره، باید اعتدال باشد. الله می فرماید که برای شما در قصاص حیات است ای عقلمندان. یعنی حیات است یعنی چه؟ یعنی یک قاتل موجب حیات دیگران میشه، دیگران عبرت میگیرند، دیگران نمیکشند، دیگران میترسند. وقتی یا همین قاتل اول اگر بداند که بکشم کشته میشم، دست میکشد، نمیکشد، برای خودش میترسه حیات شد یا نه. پس این غلطه که بعضی اعتراض میکنن در قصاص چه حیاتی هست. اون مقتول بیچاره مظلوم کشته شد، الان قاتل هم باید به دار بزنند، اینم کشته میشه، به جای یک نفر دو نفر کشته شدند. پس حیات نیست در قصاص، ممات است. بعضی اینطور اعتراض میکنند. نه خیر، در حکم قصاص حیات است. اولا از این جهت حیات است که قصاص خودش یک حکم پیشگیری هست. وقتی که همه انسان ها میدونن که کشته میشوند، اگر بکشند دست میکشند، همین که دست نگه میدارن این خودش حیات است. دوم، بعد از این که کشته او را به دار بزنن بازم حیات است، برای بقیه حیات است، بقیه مردم جانشون محفوظ میماند، بقیه قاتل ها که نیت قتل داشته باشند میترسند. پس علی ای حال حکم خدا
توش حکمت است، توش حیات است. الله می فرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ای عقلمندان برای شما در قصاص حیات است، لعلکم تتقون، شاید از خدا بترسید، تقوا را پیش بگیرید و از قتل انسان ها دست بکشید. وقتی که بدونید قصاص هست، لعلکم تتقون، عن قتل النفس، عن قتل الناس دوری کنید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. این حکم دوم از امور انتظامیه. این در رابطه با وصیت است. خدای عزوجل فرموده بر شما لازم است هرگاهی که یکی از شما میخواد بمیره، ان ترک خیرا، اذا حضر احدکم الموت، پیش کسی از شما مرگ آمد، یعنی آثار مرگ. ان ترک خیرا، اگر خیری گذاشته، خیر یعنی مالا، اگر مالی گذاشته، میخوانیم و ما تنفقوا من خیر، از خیر هرچی انفاق میکنین یعنی من مال. اگر مالی گذاشته، بر شما لازم هست که الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، وصیت کنید برای والدین، برای خویشاوندان طبق دستور شرعی. این حقی هست بر متقین، حقی هست در متقین. ببینید ما در رابطه با نسخ خواندیم که بعضی از آیات منسوخ هستند. شاه ولی الله رحمه الله آیات را که منسوخند، بقیه منسوخ گفتن توجیه می کند تا آیات منسوخه کم باشد، اما به این آیه که رسیده اینجا این آیه را منسوخ می داند و اینجا توجیهی ندارد. ایشون می فرماید این آیات از جمله آیاتی است که منسوخه. این آیات گفته وقتی که میخواسته بمیرید وصیت کنید برای والدین و اقربین. وصیت کنید برای والدین و اقربین یعنی چه؟ یعنی بگید که بخشی از مال من را به پدر و مادر بدهید. خب این در گذشته بود. الان آیه میراث مشخص کرده به پدر چقدر میده شریعت، به مادر چقدر میده، به هر یکی سدس میده. ولی ابویه لکل واحد منهم السدس ان کان له ولد. اگر فرزند داشتی هر یکی از اینها یک ششم میبرد، اگر فرزند نداشتی مادر یک سوم میبرد و باقی مال پدر. الان که شریعت مشخص کرده سهم اونها را نیازی نیست به وصیت، پس این آیه منسوخ است. این نظر جمهور است، نظر شاه ولی الله است. اما بسیاری از مفسران گفتن این منسوخ نیست، این هنوز حکمش پابرجاست. چطور پابرجاست؟ به دلیل اینکه این در رابطه با پدر و مادری هست که کافر باشند. توجه بکنید، میدانید که کافر از مسلمان و بالعکس ارث نمیبرد. یه بچه مسلمانی داره میمیره، پدر و مادرش مشرکند، کافرند، خب این پدر و مادر از این بچه ارث نمیبرند. به دلیل حکم قرآن و حکم شرعی اینا ارث نمیبرند. الان برای این بچه مستحب است که برای این پدر و مادر وصیت بکند. شما میدونید که وصیت برای وارث جایز نیست، لا وصیت لوارث. برای وارث وصیت نیست، یعنی اون کسی که خودش از شما ارث میبرد، بچه‌ت ارث میبره، زنت ارث میبره، جایز نیست که بگی این منزل را به زنم بدید، این منزل را، این ماشین را به بچه بدید. اون خودش ارث میبره. اگر وصیت بکنید اعتباری ندارد. خب پدر و مادر وارث، اما در صورتی که دین پدر و مادر با دین متوفا فرزند فرق بکند، خب مشخص این پدر و مادر ارث نمیبرند، اما به دلیل ترحم صله رحمی برای در حق اونها وصیت بکن.
الان میبینی که میلیارد داری میمیری، به بچه هایت میرسه، به پدر و مادر نمیرسه، چون ها دینشون فرق داره. برای اونها هم وصیت بکن، بگو این مقدار را، این 100 میلیون را به اونها بدید. پس این وصیت اشکال نداره. این بعضی از علما گفتن. ببینید و قیل غیر منسوخه، بعضی گفتن منسوخ نیست، لانها نزلت فی حق من لیس بوارث بسبب الكفر. این درباره اون پدر مادری هست که وارث نیست. چرا وارث نیست؟ بسبب کفر، چون کافره. فشرعت الوصیت فيما بینهم، پس وصیت مشروع هست قضاء لحق القرابه، قضا به خاطر ادای حق قرابت، حق قرابت، حق پدر و مادر، حق خویشاوندی. لذا برای اون وصیت بکن تا چیزی از مالت بهش برسه. این توجیه اول. توجیه دوم از شیخ حسین علی رحمه الله است، از شیخ بزرگوار ما مولانا حسین علی رحمه الله است. ایشون توجیهی دارن که از نظر حقیق توجیهش جالبتره. اون اینه که اینجا بحث وصیت مال معین و مقدار معین نیست، بلکه منظور از والدینی هست که ارث میبرن، در حق اونها وصیت کن بالمعروف. نه اینکه بگین که مثلا 100 میلیون بهش بدیم، فلان منزل را به پدر و مادر من بدید، بلکه وصیت کنید که من دارم میرم، شما مال را تقسیم میکنید، ببینید که پدر و مادر منو فراموش نکنید، ببینید فلان فرزند مظلوم را فراموش نکنید، فلان خویشاوند که ارث میبرد مظلوم است اون فراموش نکنید، حقش را بدید، سهمش را بدید، پایمال نکنید. این وصیت به این معنی هست، وصیت در حق اونها بالمعروف طبق دستور شرعی. متوجه شدید؟ یعنی همون سهمی که خدا بهشون میده، همون 1/6 که به پدر به مادر خدا میده، همون وصیت کن، بگی حتما بهشون بدید. بچه ها بقیه ورثه، ببینید حق اونها را تلف نکنید. پس شیخ رحمه الله میفرماد با این توجیه نیازی نیست که ما آیه را منسوخ بدانیم. ببینید بر اساس این توجیه ترجمه میکنم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم هست بر شما هرگاه یکی از شما را مرگ حاضر شد، یعنی آثار مرگ، ان ترک خیرا، اگر مالی گذاشت، لازم هست الوصیت، وصیت کردن، للوالدین والاقربین، در حق پدر و مادر، یعنی در حق اونها وصیت بکند بالمعروف، به عدل و انصاف. بگه درباره پدر و مادر من ظلم نکنید، یک وقتی عدل و انصاف و عدالت را رعایت بکنید، حقشون را حتما بدید. حقا علی المتقین، این حقی از وصیت بر متقیان. ببین حقا علیکم ضمیر میتونست بگه، ولی علی المتقین الله تعالی بجای ضمیر اسم ظاهر اونم با کلمه متقین آورد، به خاطر اینکه داره وانمود میکند که رعایت کردن این مسائل علامت و از تقواست. چنانچه آلوسی گفته وضع المظهر موضع المضمر، اسم ظاهر متقین آورد بجای ضمیر، للدلالت على ان المحافظه على الوصیه، دلالت میکنه بر اینکه وصیت را حفظ کردن والقیام بها، قیام به وصیت، من شعائر المتقین الخائفین من الله، این از شعائر متقینی هست که از خدا میترسند. روح المانی. پس این هست معنای حقا علی المتقین. خب وصیت کردی، بعد از وصیت هر کسی که وصیت را جابجا کرد دیگه بر تو گناهی نیست، تو کارت را انجام دادی. اون کسی که وصیت را اجرا نکرد، وصیت را شکست، وصیت را نادیده گرفت، کل گناه برگردن او. الله می فرماید فمن بدله بعد ما سمعه،
هر کسی تبدیل کرد وصیت را بعد از اینکه شنید، فانما اثمه علی الذین یبدلونه، جزی نیست که گناهش بر کسانی که تبدیل میکنند وصیت را تغییر میدهند. ان الله سمیع علیم، بدون شک الله میشنود میداند، میشنود که میت چه وصیتی کرد، میداند که کسانی که وصیت را نقض میکنند چه کسانی هستند. ان الله سمیع قول من یوسی و من یبدل، اونی که تبدیل میکند او را هم الله میداند. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. اما بعد از اینکه وصیت کرده، این کسی که وصیت را اجرا میکند این کوتاهی میکند. چطور کوتاهی میکند؟ امکان داره وصیت را اجرا نکند. یکی هست وصی، یکی هست موسی. موسی همون میتی که رفت از دنیا، وصیت کننده. یکی هست وصی، وصی اون کسی که او را وصیت کرده مال به دست تو است، تو این کار را بکن. و یکی هست موصالهم یا موصاله، اون کسی که در حقش وصیت شده، مثلا وصیت کرده در حق برادرانش، در حق پدر و مادرش. خب الان این خطر است که وصی حق موصالهم را چی بکند؟ ضایع بکند. شما بیایید مصالحه بکنید بین اینها، این خوب است. الله میفرماید فمن خاف من موص جنفا، هر کسی که ترسید از وصیت کننده. ها اینجا وصیت کننده خود این میت است. این میت شاید وصیتی بکند که در این وصیتش ظلم بشه، خطا بشه. جنفا یعنی خطایی، کجروی. مثلا دوستی داره، میخواد همه مالش به دوستش برسه، به پدر و مادرش نرسه، به برادر فقیرش نرسه. او اثما، یا گناهی از موسی دید. همین وصی میبینه که این با این وصیتش ظلم میکنه، همه را به رفقایش میده، به شب نشینانش میده، به این برادر مظلومش چی نمیده. فاصلح بینهم، بین اونها اصلاح کرد. به اون موصالهم، به اون رفقایش گفت که خب ظلم میشه، این برادرش به این چیزی نمیرسه، یک بخش به این میدهم. فلا اثم علیه، برای این مصلح صلح کننده هیچ گناهی نیست. ان الله غفور رحیم. این علت است بدون شک الله عزوجل هم بخشاینده و هم مهربان است. خب تا اینجا ما دو تا امر و از امور انتظامی خواندیم. یکی درباره وصیت بود که باید وصیت ها را لحاظ بکنیم، حق کسی ضایع نشه. یکی درباره قصاص بود که در موضوع قتل هم نباید حق کسی ضایع بشه. هنوز اینها ادامه دارد، در میان امر مصلح میاد. قبلا خدمت شما عرض کردیم که منظور از امر مصلح این هست که در وجود انسان تقوا ایجاد بشه. چون که اینجا خدای تعالی من بیان کرد من از خیانت در وصیت و برحذر داشت از تلف کردن حقوق مالی دیگران. الان در وسط میاد بحث روزه، چون که روزه در اجتناب از مال حرام ممد و معاون است، انسان را کمک میکند. ببین روزه چیزی است که حتی به شما تمرین میده که شما مال خودت را نخور. سفرهت پر از نان، خونت پر از غذا هست، پر از نوشیدنی هست، ولی تشنه هم هستی، گرسنه هم هستی. باید تمرین بکنی، دستور خدا را اجرا بکنی. پس وقتی که شما مال خودت را نمیخوری، چرا؟ چون خدا گفته بعد از غروب بخور، من همون وقت میخورم. تمرین میکنی بر هر دستور خدا اجرا بکنی. پس این انسان با این تمرین
به طریق اولا مال حرام را، مال کسی دیگر را نمیخورد. متوجه هستید؟ مال کسی دیگر را این دیگه نمیخورد، به دلیل اینکه او حرام است، مال خودش حلال است و نمیخورد چون دستور خدا است. اونجا به طریق اولا. از این جهت مناسبت روزه با چی؟ با اکل مال حرام. الان بعد از روزه چی میاد؟ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اونجایی که حکم روزه تمام میشه ببینید، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خدا میگه مال هم دیگر را به صورت حرام نخورید. خب این دستور بعد از این صادر شد که شما تمرین کردید، یاد گرفتید حتی مال خودتون را بدون اذن الله نخورید. پس روزه این قوت را، این صلاحیت را، این تقوا و خدا ترسی را در وجود انسان چی میکند؟ پیدا میکند. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای مؤمنان لازم شده بر شما روزه گرفتن، کما کتب علی الذین من قبلکم، همانگونه که فرض شده، لازم شده بر کسانی که قبل از شما بودند. ببین تشبیه فقط در وجوب و فرضیت است، در مقدار ایام، در کیفیت روزه نیست. روزه ما مثل روزه اونها نیست، ایام ما به اندازه ایام اونها هم نیست. بله، لعلکم تتقون، این حکمت صوم هست. با روزه گرفتن شاید تقوا نصیبتون بشه. عرض کردم چگونه تقوا پیدا میشه، تمرین است. ایام معدودات، این ایام مفعول فیه برای کتب است. ای کتب ایام معدودات، فرض شده در ایام معین. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، الله تعالی بعدا ذکر میکنه که خدا برای شما آسان میگیرد. یرید الله بكم اليسر، خدا برای شما یسر در نظر دارد، اراده دارد. این الان یسر است، این یسر اول است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، هر کسی از شما مریض باشد یا بر سفری باشد، فعدة من ایام اخر، پس تعدادی از ایام دیگر، یعنی تأخیر به عددی از ایام دیگر، قضایی به جا آوردن. ببین این یسر اول است. یسر دوم، وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، کسانی که توانایی دارن، یطیقون به معنی طاقت، توانایی، بر اونها هست که فدیه طعام مسکین بدهند. فدیه طعام مسکین یعنی چه؟ ببینید بعضی از مفسران معتقدند که در ابتدا روزه لازم بود علی سبیل التخییر. علی سبیل التخییر معنیش اینه که اختیار داشتی، یا روزه بگیر یا به جای روزه چی بده؟ فدیه پول بده. پس این همون ابتدایش هست. و علی الذین یطیقونه، آنانی که طاقت دارند هم میتونند بدن فدیه طعام مسکین. اما میگن این آیه منسوخ شد با آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصم، آیه بعدی هست. هر کسی که در این ماه حاضر شد باید روزه بگیره، دیگه اون اختیار نیست. پس بخشی از مفسرین معتقدند که این چی هست؟ منسوخ است. اما بعضی دیگه میگن نه، منسوخ نیست. خیلی جا داریم در قرآن که لا مقدر است، در بسیاری جاها داریم لا زائد است. ما میگیم لا اقسم بهذا البلد، اینجا لا چی هست؟ زائد است، به معنی اقسم بهذا البلد، سوگند میخورم، نه اینکه سوگند نمیخورم. بعضی جا لا مقدر است، یبین الله لكم ان تضلوا، خدا برای شما بیان میکند احکام را تا که گمراه بشید. یا الله تضلوا، لا مقدر است، گمراه نشید.
پس بسیاری جا لا مقدر است، اینجا هم لا مقدر است، از سیاق فهمیده میشه. و علی الذین یطیقونه یعنی و علی الذین لا یطیقونه، اون دسته از افرادی که توانایی ندارند، این یسر دوم است. خدا برای اونها گفته فدیه طعام مسکین، فدیه طعام مسکین. پس برخی دیگر اینگونه توجیه میکنند. شاه ولی الله رحمه الله میفرماید که این منسوخ نیست، ایشون هم توجیه میکنند، میگه منسوخ نیست. یطیقونه مرجع ضمیر به طرف روزه نیست، به طرف طعام است. یعنی و علی الذین یطیقون الطعام، اصلا بحث روزه نیست، بحث روزه همون بود که گذشت، کتب علیکم الصیام، و بعدا دوباره میاد فمن شهد منکم الشهر فلیصم. اینجا بحث طعام است. بحث طعام یعنی صدقه فطر. ببینید شما در ماه رمضان هم چیکار میکنید؟ روزه میگیرید، هم فطریه میدهید. فطریه میدهید قبل از عید فطر باید بدهید، در ماه رمضان اکثر مردم میدهند. پس خدا میفرماید که روزه هم بگیر. و علی الذین یطیقونه ای یطیقون الطعام، کسانی که میتونن طعام بدن، کسانی که دستشون به دهانشون میرسه، اونها فدیه طعام مسکین، اونها فدیه طعام مسکین هم بدن. یعنی چیکار بکنند؟ صدقه فطر هم بدند. پس این بحث روزه نیست، بحث صدقه فطر است. شاه ولی الله میفرماید. دلیل هم ذکر میکند که بعدا الله تعالی میفرماید ولتکملوا العدة، این درباره روزه هست. ولتکبروا الله، تکبیر این درباره تکبیرات عید فطر است. پس ولتکملوا العدة روزه با این مربوط میشه، ولتکبروا الله فطریه با این لتکبروا الله مربوط میشه که فطریه به خاطر عید است. این توجیه دوم بود. توجیه سوم حضرت شیخ رحمه الله میفرماید، البته حضرت مولانا انورشاه کشمیری میفرماید که این آیه درباره ایام بیز است. این آیه درباره اصلا ایام بیز، سه روز وسط ماه، 13ام، 14ام، 15ام، که این روزها را روزه بگیرید. روزهشون چی هست؟ سنت است. اگر نمیتونی اگر روزه نگرفتی و میتونی روزه بگیری، بجایشون فدیه بده، هم الله بهت همون اجر و ثواب را عنایت میکند. اما آخرین توجیه مال حضرت شیخ حسین علی رحمه الله است. ایشون میفرمایند که استعمال باب افعال بالخصوص از ماده اطاق یطیقو، اطاق یطیقو که از باب افعال بشه، از نظر عربیت در جایی این اطاق یطیقو استعمال میشه که چیزی را با مشقت و تحمل زیاد انجام بدیم. اطاق یعنی بزور توانست، یطیقو یعنی با مشکل میتواند. میفرماید این معنای چی هست؟ معنای طاقت و توانایی هست، اما مشقت هم اونجا چی هست؟ متضمن مشقت هم هست، اونجا لحاظ است. این نظر شیخ حسین علی هست. میفرماید پس معنی میشه و علی الذین یطیقونه، بر آنانی که با مشقت میتوانند روزه بگیرند، با سختی میتوانند روزه بگیرند. خب با سختی معنیش اینه که ضربه میبینند. فدیه طعام مسکین، اونا میتونن فدیه بدند، روزه نگیرند. دلیلی که ایشون ذکر میکند، علامه زمخشری هم همین قول را گفته قال الزمخشری ما حاصله ان فعل الاطاقه بمادته. زمخشری گفته فعل اطاقه با مادهش لا يستعمل الا فيما يتعذر او يتيسر، استعمال نمیشه مگر جایی که مشکل باشد. و یتعذر
او یتعسر، جایی که مشکل باشد اونجا فعل اطاقه استعمال میشه. پس وقتی که اونجا استعمال میشه نیازی نیست توجیهش بکنیم ببریم به طرف صدقه فطر، نیازی نیست توجیهش بکنیم بگیم لا مقدره. پس خود معنایش در لغت همینه، اینطور معنا میشه وعلی الذین یطیقونه، کسانی که توانایی دارند اما با زحمت، با مشقت، با رنج، فدیتون طعام مسکین، بر اونهاست فدیه طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، الله می فرماید هر کسی که تطوع کرد، یعنی به صورت نفل انجام داد. تطوع یعنی زاد على مقدار الواجب، بر مقدار واجب بیشتر کرد، بهتره براش. ببین ای زاد على مسکین واحد فاطعم مکان کل یوم مسکینین، مثلا این سخاوت به خرج داد، در مقابل یک روز باید یک مسکین بده، این در مقابل یک روز به 2 مسکین غذا داد. میفرماید فاکثر، این پس بهتر است برش. وقیل من زاد على القدر الواجب فاعطى صاعا وعليه مد، بعضی گفتن که بیشتر از حد، مثلا بر او 1 صاع لازم بود، 1 صاع مثلا 1 کیلو هست، اون چیکار میکنه؟ ببخشید بر او 1 مد لازم بود، مد 1 کیلو هست، اون 1 صاع میده، صاع 4 کیلو هست، خب بهتره. فهو خیر الله. اما وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، الله می فرماید این که روزه بگیرید براتون بهتر است اگر بدانید. خب پس این فرضیت روزه بود، وجوب روزه بود. اما زمان روزه الله می فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان آن ماهی است که انزل فيه القرآن، در این شهر، در این ماه قرآن نازل شده. هدی للناس، در حالی که هدایتی است برای مردم، قرآن مجید. و بینات من الهدى والفرقان، و همچنین در این قرآن بینات است، دلائل روشن هست. من الهدى والفرقان، من بیانیه میتونه باشه، یعنی هدایت و فارق بین الحق والباطل، یا اینکه دلائل روشن از هدایت و از فرقان که حق و باطل را جدا میکند. این چنین دلائل در قرآن است. پس در این قرآن در رمضان نازل شد و محل روزه ای که برای شما فرض است همین رمضان است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی حاضر شد از شما این ماه را، فلیصمه، باید روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، هر کسی که مریض بود یا بر سفر بود، فعدت من ایام اخر، عددی از ایام دیگر، تعدادی ایام دیگر، یعنی با تأخیر. یرید الله بكم اليسر، الله میخواهد برای شما آسانی را، الله اراده دارد نسبت به شما آسانی را. ولا یرید بكم العسر، و الله نمیخواهد برای شما عسر و تنگی و سختی را. ولتکملوا العدة ولتكبروا الله، این عطف است بر مقدر که الله تعالی می فرماید که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر لتیسروا، تاکه شما چیکار کنید؟ آسان بشه برای شما، آسان بشه در صورت آسانی. ولتکملوا العدة، شما عدت را تکمیل کنید. ولتکبروا الله، و تا اینکه شما بزرگی و عظمت خدا را بیان کنید. علی ما هداکم، بر آنچه که خدا شما را راهنمایی کرده. ولعلکم تشکرون، شاید بندگان شاکری باشید.
ببین اینجا خداوند عزوجل سه چیز بیان فرموده. یکی ولتکملوا العده، شما عده را تکمیل کنید. دوم ولتکبروا الله علی ما هداکم، بر هدایتی که خدا عنایت فرموده شما عظمت و بزرگی خدا را بیان کنید. ولعلکم تشکرون، بندگان شاکری باشید. این سه چیز متعلق به سه تا حکم اولی هستند. خداوند فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم. این فلیصم یک حکم. دوم خداوند فرمود فعدت من ایام اخر، اگر مریض بودید تعدادی ایام دیگر برای مریض و مسافر. سوم فرمود یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا آسانی میخواد برای شما، سختی نمیخواد. الان اون سه چیز بر اون سه چیز مرتب میشه به این صورت. ببین فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که در ماه حاضر شد روزه بگیرد. ولتکملوا العده، علت فلیصم چی است؟ تا اینکه عدهش که 30 روز است تکمیل بشه. و دومی چی بود؟ دومی این بود که فعدت من ایام اخر، الله عزوجل دستور داد که تعداد ایام دیگر. چرا؟ لتکبر الله علی ما هداکم، بزرگی خدا، عظمت خدا را بیان کنید بر این لطفی که خدا به شما کرده. و سومی بود یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خداوند برای شما آسانی میخواد. یا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، الله فرمود ولعلکم تشکرون. ها، آسان کرده خدا برای شما تا اینکه شما بندگان چی باشید؟ شاکری باشید. خب حال در وسط جمله معترضه ای هست، چون که صیام یکی از عبادتهای بلا واسطه هست که انسان انجام میده و این عبادت با دعا و با نیایش رابطه نزدیکی باید داشته باشد. لذا الله تعالی در وسط بحث صیام موضوع دعا را بیان می فرماید. الله می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هرگاه بندگان من از شما درباره من میپرسند فإنی قریب، من نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من چنان نزدیک هستم که اجابت میکنم دعوت دعا کننده را هرگاه مرا میخواند. فلیستجیبوا لی، پس آنها باید برای من اجابت کنند. یعنی چه؟ یعنی هرگاه من برای بسوی ایمان و طاعت و بندگی و تقوا اونها را میخوانم، بندگان من اجابت کنند. ولیؤمنوا بی، این امر به ثبات است. والمداومه علی الایمان، آلوسی گفته امر بالثبات والمداومه علی الایمان، این دستور ثبات و ثابت قدمی بر ایمان است و مداومت. لذا الله می فرماید باید اجابت کنند آنچه که من دستور می دهم. ولیؤمنوا بی، و به من ایمان داشته باشند، یعنی ایمان مداوم. لعلهم یرشدون، شاید که اونها بر هدایت بیان، یعنی راه رشد و راه هدایت را فرا بگیرند. خب این در وسط جمله معترضه برای دعا بود. فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم للایمان والطاعه کما انی اجیبهم اذا دعونی لحوائجهم، تفسیر مدارک. من وقتی که به سوی ایمان و طاعت فرا میخوانم اونها اجابت کنند، همان گونه که اونها من خدا را برای مشکلاتشون میخوانند من اونها را اجابت میکنم. پس ببین شرط اجابت خدا اینه، اگر میخواهی که دعایت همیشه اجابت بشه پس تو هم همیشه به دعوت حق لبیک بگو. میگه بند نماز بگو چشم، بند زکات علی السمع و الطاعه، حج، اخلاق، ترک گناه، هر چی که خدا میگه ما اجابت کنیم، پس ما هم دعا بکنیم الله چی میکند؟ اجابت میکنه. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم، خدای عزوجل فرمود من برای شما یسر میارم نه عسر. الان بعضی از بیانات
یسر هست اینجا. ببینید ابتداءً به طبع شرائع من قبلنا، شریعت های گذشته، در شریعت ما هم در شب بسیاری از مسائل مفطر بودند، یعنی شکننده روزه. مثلا به محض اینکه کسی خواب میرفت بعد از اون دیگه روزه بود. 1 ساعت بعد بلند میشد، وقت عشاء بلند میشد، وقت سحر بلند میشد، دیگه این انسان نمیتونست بخوره. همچنین در شب مقاربت و مجامعت با همسر ممنوع بود، جز شکننده های روزه بود. واقعه صحابی به نام قیس بن صرمه انصاری رضی الله تعالی عنه معروف است که تو باغی کار میکرد، از صبح تا شب بیل و تیشه میزد تا غروب آمد. وقت افطار آمد خونش، خیلی خسته بود و خیلی گرسنه و تشنه. زنش رفت که چیزی آماده بکند برایش، فراهم بکند. زن که رفت این همینجا تکیه داده خواب رفت. از خواب که بلند شد دیگه نتونست بخورد، ممنوع بود. یک بار که خواب رفت دیگه تو شب نمیخوردند. پس روز بعدم نگه داشت تا غروب ضعف کرد، بیحال شد و افتاد. الله عزوجل به خاطر یک صحابی، اصل به خاطر امت هست اما یکی بهانه میشه، الله تعالی این ترخیص را بیان فرمود. لذا الله فرمود احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم، بیان مفترات سگانه در شب. 3 چیز در شب قبلا مفتر بودن، الان جایز. در شب حلال است برای شما الرفث. رفث گرچه سخنانی که در مورد جماع باشند، فمن حج البیت فلا رفث، رفث سخن جماع گفت جماع، ولی کنایه از خود مجامعت است. فلا احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم، مقاربت جایزه. هن لباس لكم و انتم لباس لهن، زنان لباس شما و شما لباس اونها. لباس به چه معنا؟ یک اینکه لباس ستر عورت میکنه، لباس عیب ما را میپوشاند، عورت ما را میپوشاند. پس زن و مرد با یک دیگه وقتی که ارضا میشوند، اشباع میشوند، هر دو لباس هم دیگه هستند، عیب هم دیگه را میپوشند و کسی دیگه اونها را به جای دیگه نیاز پیدا نمی کنند، آبروشون محفوظ میماند. دوم اینه که لباس به معنی سکون، آرامش. ببین وقتی که انسان لباس داشته نباشد اضطراب دارد، لباس که می پوشد عورتش پوشیده الان آرامش دارد. پس زن و مرد آرامش همدیگه هستند. بله، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله می فرماید که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله می داند که شما به خودتون خیانت می کردید. اگر این احکام شاقه را در شب برای شما هم می گذاشت، پس خیانت می کردید. به چه معنا؟ اینجا خیانت به معنی عدم وفا هست، یعنی نمی توانستید پایبند بمانید. الخیانت عبارت عن عدم الوفاء بما یجب علیه، تفسیر کبیر. عبارت به این خیانت به این معنی که نمیتونید وفا کنید اون چیزی که بر شما واجب است. خب خدا وقتی میدونه این کار برای بنده من سخته، نمیتونه انجام بده، خدا آسانش میکنه. به این خاطر میگه علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، الله بر شما رجوع کرد و عفا عنکم، شما را عفو کرد. لذا الان برای شما اجازه است. تا چی اجازه است؟ فالآن باشروهن، الان با اونها مباشرت بکنی، مجامعت بکنی، مقاربت. وابتغوا ما كتب الله لكم، بطلبید اون چیزی که خدا برای شما نوشته، یعنی ولد، اولاد، بخواهید که اولاد داشته باشید. وکلوا واشربوا، مفتر دوم چی هست؟ خوردن. مفتر سوم نوشیدن.
اجازه نبود در شب، اما با جریان این صحابی الله اجازه داد بخورید بنوشید تا کی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی که واضح بشه برای شما نخ سفید از نخ سیاه. معناش اینه که من الفجر، من الفجر تفسیرش هست، یعنی فجر برای شما واضح بشه، در اون تاریکی شب افق روشن هم بیاد چی بشه؟ ظاهر بشه. ثم اتم الصیام الى اللیل، سپس روزه را تکمیل بکنید در تا شب، یعنی از اون فجر که شروع میشه تا شب، تا وقتی که خورشید غروب میکنند. ولا تباشروهن، دستور دیگر که مباشرت جایزه، مقاربت و همخوابی با زن درسته، اما نه وقت اعتکاف. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، مباشره نکنید در حالی که شما اعتکاف هستید در مساجد. این قید اتفاقی هست معمولا، چون که اتفاق در مسجده، ولی وقتی که در مسجد اعتکاف هستید در هیچ جا مقاربت جایز نیست. تلك حدود الله فلا تقربوها، الله می فرماید اینها حدود الهی هستند، دستورات خدا هستند، نزدیک اینها نروید، به این معنی که اینها را نشکنید، اینها را زیر پا نگذارید. كذلك يبين الله آیاته للناس، این چنین الله برای شما آیاتش را بیان می کند، آیات بیان می کند برای مردم، لعلهم یتقون، این حکمت تبیین است، شاید اون مردم از خدا بترسند و آیات خدا را ضایع نکنند، نشکنند، احکام خدا را نشکنند، به احکام خدا عامل و پایبند باشند. صدق الله العظیم.